شما یه دونه، ببین سریع بهت میگم، شما یه دونه خود برتر داری، یه دونه روح خود، یک هایر سلف داری، یک خود برتر، ستاره روحی داری. اون ستاره روحی در کل آکاش، در کل تجاربش، در تمام نقاط جهان هستی تجربه‌های مختلفی رو داشته، تراماهای مختلفی رو داشته، مقابله های مختلف با واقعیت های مختلف رو داشته. حالا با این حرکتی که در کائنات کرده، یه سری دردها، یه سری زخمها، یه سری داستانها رو هم با خودش حمل کرده. زمانی که روح تو در یک واقعیتی که حضور داره بیدار میشه و اتصالش بین 3 6 9 یعنی کالبد خودش و کالبد ناظرش، همان کالبد ناظر همان هایر سلف توه، خود برتر توه، و سورس آگاهی و انرژی بی نهایت برقرار